5 عادت سمی. بعضی از عادت‌های سمی تمرکزت رو می‌خورن. تو این ویدیو با 5 تا از این عادت‌ها آشنا میشیم و میگیم چطور اصلاحشون کنیم. پس با من همراه باشید. مورد اول، چک کردن گوشی اول صبح. وقتی اول صبح مغزت رو با 10 ها پیام و نوتیفیکیشن پر می‌کنی، عملاً داری تمرکزت رو می‌سوزونی. راه حلمون چیه؟ روتین بدون موبایل تا 30 دقیقه اول صبح. مورد دوم، نداشتن برنامه مشخص برای روز. ذهن بدون مسیر سرگردون و تمرکز نداره. یا از شب قبل 3 تا کار مهم فرداتون مشخص کن. مورد سوم، چند وظیفگی. پریدن بین کارها باعث میشه مغزت هر بار انرژی زیادی رو برای سویچ مصرف کنه. راه حلمون تکنیک پومودوروه که توی ویدیو قبل باش آشنا شدید. مورد چهارم، محیط پر از حواس پرتی. اتاق شلوغ، صدا و نور زیاد دشمن تمرکزه. راه حلمون چیه؟ توی اتاق مرتب با نور طبیعی و اونجایی که سر و صدا وجود نداره کارمون رو انجام بدیم تا تمرکزمون حفظ بشه. گزینه آخر که مربوط میشه به تغذیه ما، خوردن غذاهای سنگین یا غذاهای قندی قبل از کار. نوسانات قندی میتونه تمرکز رو ناگهانی بندازه پایین. با خوردن پروتئین و غذاهای سبک و سالم تمرکزمون رو افزایش بدیم. تو کامنت ها بنویس کدوم عادت رو داری و قراره عوضش کنی. سابسکرایب یادت نره، چون تو مسیر توسعه فردی این فقط شروعشه.